مهد تمدن ایران، استان خوزستان، پایتخت گذشتگان ما که در شوش مظهر تجلی اون عظمت بود، چندین بندر ایرانی و راه حیات و در واقع نفسکش ما در این استان است. ثروت بزرگ ملی ما که ثروت نفت باشد، بیشترش در اون منطقه تمرکز پیدا کرده و فقط نفت نیست. خوزستان میتواند 800,000 هکتار زمین آبیاری شده که محصول این زمین اگر از هر نقطه دیگر دنیا بالاتر نباشد، مسلماً مطابقت خواهد کرد با بالاترین بازده کشاورزی دنیایی. فقط روی رودخانه کارون لااقل 3 تا 100 بنا خواهد شد. در